موتر حامل کارمندان وزارت معادن افغانستان. زمانی که کارمندان را به سوی خانه‌هایشان انتقال می‌داد، در سرک دارالامان کابل هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت. به دنبال این حمله برای بیشتر از یک ساعت جاده‌های متصل به اینجا از طرف نیروهای امنیتی مسدود شد. همچنان به اثر این رویداد شمار از شیشه‌های ساختمان‌هایی که در اطراف این محل قرار دارند فرو ریخته است. یک حمله انتحاری بوده، انتحاری فرد بوده، فرد انتحار کننده بوده. در اینجا به خاطر دریافت هدف از حمله تحقیقات مجریات. فقط از اثر حمله یک نفر زخمی شده، یک تعداد 5-6 نفر هموطنان ما سطحی از شکست و ریخت شیشه که در این آپارتمان بودن، محصلین هستند، همینجا زندگی میکنن، بسیار سطحی زخمی شدن، دوباره رخصت شدن. تمام زخمی‌های این حمله انتحاری غیر نظامیانند. شمار از کارمندان وزارت معادن که در داخل موتر بودند و همچنان شمار از محصلان و افرادی که در نزدیک موتر حضور داشتند در این رویداد زخمی می‌شوند. از جمله 14 زخمی به شمول 2 دختر اینجا به شفاخانه استقلال آورده شدند. موتر ما در پاله موتر عمله که انتحاری شد، اما خود توتای جسد انتحاری هم داخل موتر ما بود و جان ما شد. هم تو یکی به که انفجار صورت گرفت. به فضل خداوند 14 نفری که پیش ما بستر هستند، اینا با وضعیتشان در اولین مراجعهشان رسیدگی صورت گرفته. تمام احتمامات برشان آماده بوده و فعلا هم وضعیت زیر کنترل است. این رویداد نزدیک به 20 زخمی بر جا گذاشته است. وزارت صحت افغانستان با بیان این مطلب میگه که در میان زخمی شده ها 2 دختر هم شامل هستند. از میان این 20 زخمی 14 زخمی به شفاخانه استقلال آورده شدند که تمام این زخمیان غیر نظامیان هستند. تا هنوز مسئولیت این رویداد را فرد یا گروه بر دوش نگرفته است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.